السلام علیکم محترم بابای حاجی میرزا. ما یک گروه خوانندگان مکتب هستیم. با سوالهای ما جواب گردانید. یکم استفاده کردن حسیب، توخم، رولتون و آبهای نوشاکی یعنی پپسی کالا و ارسی کالا درستن اینا؟ مثلا حسیب هایی که اصلا کلبسه میگویم ما و شما، حسیب، توخم، رولتون، خواه ارسی کالا باشد خواه پپسی کالا باشد، خب همین نوشاکی هایی که آبهای میوهی که امروز میفروشند، همون ترکیباتاشون نگاه کنید. یگان چیزی حرام در همون اگر نشان داد نباشد و خوردن گیریم با که ندارد. ولی امروز که حسیب ها را بینین همه در تنش حلال نویساندگی، ترکیبات چه میبینی؟ امی از گوشت گاو یا از گوشت مرغ، خب یا نمک دارد یا یگان چیزی مثال خوشبویی زدگی است. یگان چیزی حرام کرده در ترکیباتش نیست. مادام ترکیباتش در که چیزی حرام نباشد درست از خوردن میگیریم. یا شکلات، نه شکلات هایی که هستند ترکیباتش نگاه میکنیم، یگان سپیرت و یگان نمود گویم که از همون حرام کرده ها نداشته باشن خوردن میگیریم با که ندارد. یگان زلال زیان ندارن اینا. خب دوم، در نزد برادر و پدر و دختر میتواند که در نزد برادر و پدر دختر میتواند که دراز کشد یا نه؟ اگه از روی آداب نیست. مثلا دخترای ما و شما قدرس باشن و خیلی خوردکک باشن، پیش پدرش برادرش دراز کشیده خواب کردن گیرد. یکی وقتی دخترک که قدرس شد به بلاغت رسید، اکو اینش به حیایی است که او در پیش پدر و برادرش دراز کشیده خواب کند. زیرا این خواب است که در حالت خواب از آدم هر چیز گویم که صادر شدنش ممکن، یک لوی دامن بالا شدن ممکن، خواب یک کرتد یک پایان بالا می شود. مقصد هر چیز در حالت خواب انسان مشاهده کرده میتواند. به این خاطر به خواهرای عزیز میرسانیم که هیچ وقت در نزد برادرش پدرش چیکار نکند؟ دراز نکشد. که این از روی آداب نیست، این از روی گویم که شرم و حیا نیست. ولی امروز یک برادر سحر خانده بودن، گفت که مزار حضرت سلطان رفتیم، در بالای کت هم تا زنکا زیادن که خواب کدگی با پوش دادگی مردکا با پیشون رفته و آمدیستن. که همیتا که مردکی که زنش صاحب نداشته باشه دیگه هم پیشوی مزارا میآویش. صاحب نداره و بیچاره خیلی چیکار کنه؟ صاحب که باشه نخواه که زنک به زیارت مزار روان کنی. آخه زیارت مزار شرطه یا زیارت تو ای مردکی خوب؟ کدامش شرطه؟ کدامش ضرورت داره؟ او در قدم زدگیش به همون طرف گناهگار می شود. او شما نخواه ندانین همیره. او نخواه همین قهر غیرت نداشته باشی که بگوی زنک ایامو زیارت همون رفتن و ای طواف همون را کردن، همه یک تبسم طرفی من یک بار لبای بگو، یک سال ثواب حج خدا در نامه اعمالت می نویسه. یک بار تو بگو من وقتی گویم که ای آچه فلانی فیرادت کنم، تو لبای بگو، حبیب خدا گفت همچنان است که تو یک سال ثواب حج در نامه اعمالت می نویسه. یا چند طواف خانه کعبه کردن با یک کلمه لبای به سوی شوهر در نامه اعمالت خدا می نویسه. ایو را زیارت شد تو چی فایده؟ چی در کار است برای تو؟ آین مرحمت الله که ایراتون میگیرن، میرین بالای کت خوابین، در حالت خواب هزارها مردکا گذشته و شما را تماشا میکنن. آیا شما برای عاصی شدن میرین؟ آیا شما برای نمایش دادن میرین؟ برای چی میرین شما؟ آخه اگر مرادتان ثواب باشد خواهرای عزیز، او در پیش شد خلطه ثواب در پیش شد، چی قدر میخوای ثواب گرفتن بگیر، در پیش دور نره. این مرحمت این عاقبت مثال گویم به نظارت گذاشتن ما و شما، اهمیت ندادن ما و شما. گویا که اونا ثواب یک جمع میشون و سوار میشن کجایی که خواه رفتن میگیرن. برای همین خواهرای عزیز هیچ وقت شما از همه بالاترین برای شما این شرم و حیا میسن. با شرم و با حیا باشین. هیچ وقت دراز نکشید، نه در پیش پدرت نه در پیش برادرت. اینا دراز کشیدن الله که گویم ارادگیری و غیبتاشون آورده سن که رفته کسی میخواه برای حضرت مزار حضرت سلطان تماشا کنه. پر زنکا میگم جا غلطیدگی خواه. حیف به نام خدا. تا انسان خیلی غمگین میشه در نخواه که زنی مسلمان در یک کاری که خدا منعش کرده رفته در همونجا تو. السلام علیکم داملای شیر این سخن اکای حاجی میرزا
من از ناحیه شهر توس هستم و شما یک سوال دارم. در دهه امان امام مسجد از هر یک نفر در مدت 1 سال مخصوصا در ماه شریف رمضان مبلغ طلب میکند و میگوید اگر 4 یا 5 سامانی نآرید نمازهای جماعت را که با شما خواندم نمیبخشم. آیا این در شریعت درست است؟ میخواستم در این باره شما معلومات دهید. نه برادر عزیز، شما برای حق امامتیش اگر یگان مبلغش دهین میلش، مثال حق امامتی، برای حق امامتی یگان سوم میبرین شما معین 5 سوم 10 سوم چیزی که نباشد در دستش دادین در حقتون دعا کند، این درست در باق که ندارد حق امامتی. لیکن مخصوص وای حق معین کند که هر کدام تو باید 5 سومی مرا دهین، اینش در حقوق ندارد، اینش حق نیست 5 سوم دهین یا 10 سوم دهین. لیکن حق امامتی درست است. مثال برای امام شدنش اینا بسیاری آدمی هست که مثال بویای امامای مردم مثال صدقه فطرش در بای نمیتیان، بلکه حق امامتی دیان درست از باقی ندارد. چند سومی که میتن اینش زلال ندارد، اینش یگان زیاد ندارد، زیرا که همه سهو و غلط همو قوم همو امام برداشتگی است، همه کمبود همو قوم در گردن امام است. به این خاطر اگر یگان سوم صدقه کنن اینش زلال زیاد است، لیکن معین کردنش این نادرست است. السلام علیکم بابای حاجی، با این سوالی من جواب گوید. من از ناحیه مومن آباد دهه غیش، در جای ما مسجد قدیمه هست، ملاهای ما در یک وقت نماز می آیند 4 وقت دیگر نمی آیند. حکم اینها چیست؟ امر معروف نمی کنند، کسی دیگر را نمی مانند که امر معروف کنند. اینش در تو از روی حسد است، از روی بخیلی هست که خودشان امر معروف نمی کنند لیکن دیگرها را هم نمی گذارند که امر معروف کنند. اینش اکو بدبختی است. ولی در مجلسی گذشته، موضوع گذشته مجلس در حکومت شده بود که گفتیم جناب مفتی آمده بود، نماینده های دستگاه پرزیدنت آمده بودن. همجا موضوع چی بود؟ تازه نگه داشتن مذهب. و میلش ما مذهب ما تازه نگه می‌داریم، ما از مذهب ما پشتیبانی میکنیم، زیرا مذهب ما این پیرو به قرآن و به احادیث های رسول اکرم است. این یگان جای زلل و خللش در این مذهب بودگیش نیست. الحمدلله که عقیده ابو جعفر طحاوی که حنفی مذهب از روی دنیا میخوانش که همین عقیده انسان جنت میبرد، عقیده صاف، عقیده تازه، عقیده پاک، عقیده که خلل گویم زللی ندارد. ما پیش از آنه که ما برآمد مانده قید کردیم که پیش از آنه که مذهب مانه تازه نگه داریم، برادر عزیز و دلها مانه باید تازه نگه داریم. دلها در وقت حسد باشد، بخیلی باشد، بدبینی باشد، نفرت باشد، یک ملا دیگر در یک جا غیبت کردن گیرد، یک ملا دیگر پیش راش گیرد، یک ملا نسبت یک ملا نقشه های بد کشیدن گیرد، دیگر مذهب از کجا پاکیزه نگه داشته میتونید؟ برای این خاطر ماها باید اول دلها مانه، فکرها مانه یک میکنیم، بعدا انشاءالله برای بهبودی مذهب من چکار میکنیم؟ کار میکنیم. اگه خدا انصاف دادی برادرایی که در این ناحیه مومن آباد هستند که به همه نمازها آمده اشتراک کنند و برادرهایی که اونجا قدرت موعظه کردن دارند، برای اینا خدا نصیب گرداند که اونها را هم گذارند که اونها به مردم سخن خدا و سخن رسول الله را رسانند. برادر عزیز که این مسئلهش در ما یگان قوت و قدرت نداریم، فقط شما دعا کنید که خدا همون پیشواهاتون انصاف دهد تا که اونها گذارند که مثال برادرایی که وجود دارند به مردم امر معروف کنند. خب السلام علیکم محترم بابای حاجی مرزا، من الحمدلله یک خواهر اسلامی شما هستم. التماس به سوال من تعجیلا جواب گیرید. من میخواهم نمازهایم را با وقتش خوانم و ترک هرگز نسازم و هرچند که کوشش میکنم نمیتوانم. مثلا بعضی شبها نماز خفتن را میگویم که ساعت 2-3 شب میخیزم و میخوانم با نمازهای تهجد قضایی و در حق پیغمبرمان، اما میخیزم آفتاب برآمدگی است، نماز بامداد را نیز قضا میکنم. خب این چی میشده باشد؟ التماس در حقم دعای کنید که نمازهایم را به وقتش خوانم و به وعده های دادش وفا کنم. بابای حاجی مرزا
خب گویا که در مسجد شما دیسک های جادوکشا برآمده است، آن چه معنا دارد و برای چی هست؟ سوم، همین نماز تهجد را طرز خواندنش را به ما فهمانید. اینجا در دیسک های هستند که رقیه دارند، ولی اونها را شما برده در خانه گذارین. مثلا هر یک جین و هر یک ضررهای جینی که در شما و در خانه شما هست، همون رقیه هایی که علیه جین هست بچه‌ها میفروشند، همون دیسکا را برده در خانه تان مانند داره عزیز. او بسیار فایده کلان دارد. حتی بین رسول اکرم گفتن کسی اگر سوره بقره در کدام خانه‌ای که خوانده شود، در اون خانه جین اصلا خانه نمیسازد. پس همین رقیه‌هایی که ولی در دیسکا هستند شما برده در خانه مانند، تمام ضررهای جینی را در زن و تای، در پدر و تای، در دادر و تای، در خود و تای، در خانه تان است، همش دور میکنند. صدای قرآن است، ان شاء الله خاندان شما از جنها تازه میشوند. نماز تهجد شما ساعت‌های چخیل این خواهر قید کردن 2 و 3 شب که 2 رکعت خوانین بهتره. شما میتونین 2 رکعت خوانین، 4 رکعت خوانین، 6 رکعت خوانین، 8 رکعت خوانین، نمازهای تهجد هم تخوانین. خوش به حال آن خواهری که نماز تهجد میخواند، خوش به حال آن جوان مردی که نماز تهجد میخواند. این نماز نافله است، مقصد خوانین بسیار ثواب ها دارد. نخوانینم شما گناهگار نمیشین، یا یک شب خوانین یک شب دیگر شب که نخوانین شما گناهگار نمیشین، فقط ثواب در پیشگاه خدا میگیرین. و خواهر عزیز، برای آنکه شما اعتمادی ندارین، یعنی باوری ندارین که مقصد بیدار میشوین شب، به این خاطر شما خفتن در وقت خفتن خوانین، یعنی در وقتش مقصد حاضر ساعتای ما و شما میخوانیم از ساعتای 9 9:30 تا 10. خب نمازهای خفتن میخوانیم، بعد خفتن تو تهجد تخوان، زیرا الله که در تو یعنی حاصل شد که تو بیدار نمیشوی. اما بعد خفتن 2 رکعت نماز تهجد هم خوان و خواب کن، ان شاء الله خدا برای تو هم ثواب تهجد و هم ثواب خفتن نصیب میکنه. السلام علیکم دام الله حاجی مرزا، من زائر شاه استقامت کننده دهه قربان شهید نایه واسه هستم. در قشلاق قربان شهید نیز مسجد جمعکانی ساختگی، دیگر روزها آن طرف استاد، حتی در روز جمعه محراب مسجد ما یعنی منبر رسول اکرم را تا سر شدن نماز جمعه خالی میبینم و دلم میسوزد. داملای عزیز همراه قوم دعا کنید که محراب مسجد ما نیز چون شما صاحب پیشوای حقیقت گو گردد، دعا کنید التماس. اشاره خیلی مسجداشون محراباشون خالی، مقصد موعظه نیست، یا اینکه شاید که خیلی موعظه هم باشد یگان چیز حقیقت بیان نمی شود. خواهش دارم که همه محراب ها پر از آدمای موعظه کن باشد تا که مردم هدایت یابند. خدای مهربان ما دعا میکنیم که خداوند تمام محراب هایی که در این جمهوری ما هست، پروردگار از اهل علم اونها را پر بگردان. خدایا از محراب ها آدمای جاهل و نادان و آدمایی که برای آبادی دین و اسلامشان حرکت ندارند، خدایا اونا را از محراب ها خالی بگردان. و خدایا منبرها را پر از آدمایی که حقیقت را بیان میکنند، سخن خدا را به گوش مردم میرسانند. خدا در منبرها این گونه بندگانت را هم موفق و میسر برای بندگانت بگردان. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم آقای حاجی، با سوال ما جواب گویید. روزه را پیش از شام میشکایند، ممکن است یا نه؟ که نورول انشاءالله دادر عزیز، وقتای نماز ما موافق نیستن، یعنی شام و خفتن و بامداد عیب قوم است. چیکار کنیم؟ یگان جمعه در باب سطر شما صحبت داشته باشیم، انشاءالله صحبت میکنیم. یکی نماز شام یعنی روزه را پیش از شام میشکایند یا وقتای نماز ما طوری نیست، خیلی نو قدر مشکلات ندارن. وقتای نماز حاضر همه مسجدات هم تا یک ساعت ها ماندگی است، از همین ساعت ها رفته در مسجد ها تون گذارین درست میشه، یکون مشکلات ندارد. این به عرض سوال هم نیست. خیلی رمضان آیت کو حاضر گفتیستن 1 سپتامبر رمضان است. نمیدونم که ولی تا چه اندازه این حقیقت دارد ندارد، فقط الحال ما نوکی که در همون مرکز بودیم همونجا گفتیسته بودن که 1 رمضان است. های نمیدونم ولی حقیقت چه باز بیان میکنن و همین خاطر بعدا وقتاش که آمد من برای شما معین میکنیم انشاءالله.
السلام علیکم محترم داملا حاجی میرزا، از شما خواهش میکنیم در حق برادرم الهام جان دعای خیر کنید که حالا با تهمت در محبس نگاه داشته می شود، از محبس آزاد شود. برادر من یکی از اخلاصمندان شما می باشد. برادر الهام جانم که خیلی وقت در همین مسجد ما و شما نماز جمعه می خواندند، الحال میگوید با تهمت در محبس محکم است. خدای مهربان اولا اون بنده هایی که قادری در تهمت هستند، خدایا این به انصافی را از اونا دور بگردان و تمام آن برادران از آن جمله الهام جان که با تهمت اگر در محبس باشد، خدایا با فضل و کرمت آزادش گردانی. آمین یا رب العالمین. به نام خداوند بخشنده عزیز و مهربان که اولا السلام علیکم خود را به شما میرسانم بابای حاجی میرزا. من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. من از کلخاز بابای میرعلی محمد علی کسبم آموزگار. من 1 سال میشود که از شوهر جدا و در مدت 1 سال از او یگان نفقه نگرفتم. از او طلاق میخواهم، طلاق نمیدهد. او عائله دار شد و صاحب 2 فرزند. من میخواهم با شخص دیگر با شوهر برایم، ولی تا حال به من طلاق نداده ایستاده است و میخواهم که شما آید این مسئله در اساس شریعت روشنی اندازید. خواهر عزیز، شما میتونین مرکز در رفته مراجعت کنین. ان شاء الله حاضر مرکز 4 سال ده خب خط طلاق میدهد. یعنی اگر همین خیلی جوان مردهایی باشن که خدا همین تا به عقل و به فراست چون کرده باشن که خودشان زن میگیرن و زنهای خودشان طلاق نمیدن، اما زنهایی که در اول داشتن طلاق نمیدهند. حتی بعضی نوجوان مردش با مبلغ طلب میکند که برای من مبلغ میدی بعد من تو را طلاق میکنم. اکوی خیلی به انصافا پورن. خواهرای عزیز، به این خاطر شما همون مرکز در رفته مفتیات دگوین شما در خط طلاق تانه از جانب مرکز میدهند. دیگه طلاق او تماما در کار نیست. آمده با همون شما عده میپاین. یعنی ولی اینجا یک مسئله نازک دیگه برآمده است. بسیاری خواهرای را که سر میدهند در او یک مباد شوهر میآورند، شوهر میکنند میروند. نه، این نادرست است. شما بعد طلاق دادن شوهر باید 3 حیض پاییدن تان در کار. 3 حیض مقصد ممکن 3 ماه گذرد. بعد 3 ماه شما پاک میشوید، بعد شوهر دیگر کرده میتونید. شما در مدت 1 ماه یا 2 ماه شما شوهر کرده نمیتونید اگر چه خریدارم داشته باشید. نکاحتان نکاح نیست، حیاتان حیات حرام است. یا اگر شوهر که مرد 4 ماه و 10 روز میپای بود میشد، بعد شوهر میکنی. و اگر پیرانسال باشی برای تو 3 ماه است. 3 ماه نگاه میکنی، بعدی 3 ماه بعد شوهر کرده میتونی. این روزا را شما این معین کردگی را بسیار بسیار دقت دهید که اگر همتا بر وقتتر شما این بعضیاش همین روز شوهر سرش میتن، 1 هفته پس مثال ممکن شوهر کند، ممکن 1 ماه پس شوهر کند. این نکاح نکاح باطل است و این خانه‌داریشان اینا همچون حکم زنا میروند. برای همین این مسئله را هم جدی اهمیت دهید. السلام علیکم بابای حاجی میرزا. سوال: من $2,500 مزد کاری دارم از همان زکات. همین ولی 1 سال که گذشت در دست تو که $2,500 باقی ماند، تو زکات ده. در گردن زکات دادن واجب میشود. دختره که محرم ندارد، با مردهای بیگانه با مشروطه ها نشسته، درست است یا نماز جمعه رفتن او؟ سوال در حق بی نمازان دعا کنید که خدا نماز خوان شوند. یعنی البته دخترک ها در اتوبوس ها و مشروطه ها در پهلوی مرد بیگانه نشستنشان گناه است. اکو مردها امروز اگر عقل نکنن و بعضی هاش مثال شاید طلبگار هم باشن که در پهلوشان یگان زن بیگانه نشیند. لیکن شما مردها، من در پاکستان بودیم، همون صفهای پیش مشروطه و اتوبوس ده یگان مرد حقوق نداشت که نشیند. همین قدر رعایت میشد که با در پیش فقط زنها می در آمدند، با در قفا مردها می در آمدند. یعنی همون داخل اتوبوس و مشروطه ها هم جدا بودند. و این خاطر امروز اگر ماها هم همین چیز اگر رعایت کنیم بسیار بسیار خوب میشود که خواهرها و مادرها را همراه خودشان در همون صفهای اول شینانیم، خدامان در آخر نشینیم، بسیار بسیار خوب میشود. اگر لیکن هیچ امکانیت نداشته باشد، اینش در با توبه به سوی خدا میکنی.
زیرا در پهلو نشستنی زن یا تو در پهلوی زن نشستنی بیگانه ده هم انسان چی ندارد؟ حقوق ندارد. اینم از روی شریعت ما و شما نادرست است. خب سوال های دیگر انشاءالله من جمعه آینده جواب میگویم، زیرا که دیگر وقتم تمام شد و جمعه آیندهش خدا خواهد اکن اطراف نماز